درود به هم ایوا درود به همگی. روز یا شبتون نیک. خوش اومدین به کافه کتاب نایرا. منوی مخصوص امروزمون اسموتی ولاگه. خب فردا تولد ماریاست و من 2 هفته است که میخوام براش برنامه‌ریزی کنم ولی نمیتونم به هیچ کدوم از کارام برسم. الانم باید برم براش کادو بخرم که واقعا نمیدونم چی باید بخرم. سخت‌ترین کار دنیاست کادو خریدن. راستش رو بخوایم میتونیم از انتخاب عطر یا ادکلون شروع بکنیم، ولی از اونجایی که سلیقه من تو عطر و ادکلون خیلی عجیب و غریبه، هیچی از عطر و ادکلونای زنونه نمیفهمم، پس فعلا این گزینه رو میذاریم کنار، میریم سراغ گزینه بعدی که لاک باشه. انقدر این لاک‌ها برای من جذابن که دارم خودم رو تو آینه نگاه میکنم به جای انتخاب عطر. گزینه بعدی میتونه لوازم آرایشی باشه ولی خیلی سررشته خاصی ندارم، پس کلا همه اینا رو با هم دیگه میذاریم کنار. خب نوبت رسید به این جینگول پینگولای خوشگل ناناس مامانی. راستش رو بخواین خیلی چیزای قشنگی داشت، خیلی خوشم اومد، پس فعلا این گزینه ها رو میذاریم گوشه ذهنمون، نگهشون میداریم تا اگر چیزی پیدا نکردیم دوباره برگردیم سر وقتشون. خب ملت نشستن دارن افطار میخورن و من هنوز دنبال کادو هم. اینجایی هم که میبینین ستاد آکپارتی حزب اردوغان اینا که برای فردا انتخابات دارن. داشتم فکر میکردم که لباسم میتونم بخرم، ولی از اونجا که سلیقه‌های ما توی لباس زمین تا آسمون فرق میکنه و ممکنه ماریا نپسنده، پس این گزینم حذف میشه. دوستان کمک واقعا نمیدونم چرا کادو گرفتن انقدر سخته. کمک.
بالاخره این کار کادو خریدن تموم شد. خیلی خوشحالم، انگار یه بار خیلی 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 سنگین از رو دوشام برداشته شده. بعد الان باید برم مشتقات کادو بخرم، هماهنگی های لازم رو با پسرخاله های گرام انجام بدم. بریم که ببینیم بقیه چیزا چجوری پیش میره. با خدا هم استرس دارم، هم هیجان دارم، هم خیلی خوشحالم، نمیدونم باید چیکار کنم. فعلا باید اون برنامه‌ای که نوشتم و کار کنم که پیاده‌اش بکنم. الان تنها کاری که از دستم برمیاد همینه. پس میبینمتون. Neçədən sayam razısın? Neçədən sayam razısın? 33'den mi? 33. Ağa. 32 22 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ne? Hepsi daha Siyodor'a fut geldi. گفتم سیودورو فوت کرده دیگه، چه حسی داری؟ حسی ندارم، هیچ حسی ندارم. نمیدانم. شاباش شاباش. تولدت مبارک. Happy birthday.
شود دیده شود بلکه پسندیده شود.
خیلی ممنون که تا آخر این ولاگ همراه من بودین. لطفاً حمایت یادتون نره. لایک و کامنت و سابسکرایبتون خیلی به من میتونه کمک بکنه. دوستتون دارم. در دستان امن خدا سالم و شاد و موفق باشید. در خداوند شاد باشید. خدا نگهدار.